ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори чорум. چنانه که قبلا یاد کردیم، سکایی های سروری تیگر خود، حوم ورک و کناره های سوخت با جسارت و پرخاشجویی و مهارت بلند جنگیشان دل جمله پادشاهان و قدرت طلبان را به لرزه می آوردند. مؤلفان و واقعه نگاران عهد عتیقه استرابون، یوستین، آریان، کوینت، کورتسی و دیگران تأسیس این شهر را به کوروش نسبت داده آن را کیراپول، کیرسخاتا نام میبرند. ناگفته نماند که قدم نامبارک اسکندر مقدونی نیز هنگام لشکرکشی هایش به کیراپول رسیده بود. شاید او بعد کوروش این استحکام حربی و مرزبانی را تعمیر و استوار نموده در شکستن آشوب ساکنان سوغد و استرابشان و سمرقند باستانی چون باششگاه حربی استفاده برده باشد. و عجب نیست که یکی از شدیدترین جنگ های بین پیشوای سوغدیان سپیتامین و اسکندر مقدونی در کناره های شهر کیراپول، بعدتر این شهر با نام اسکندریه اقصی نیز شهرت یافت، رخ داده باشد. موجودیت تاریخی شهر کروکده را مورخان و کشورشناسان مینارسکی، چیلیتکا و دیرتر باستانشناس توانا اکادمیک نعمتوف در زمینه اتیمولوژیای نام کرکت اساسناک نموده. موجودیت واقعی این نام و این محل را از تاریخ عهد قدیم استرابشان تا به امروز آورده رسانیدند. فرضیه نسبتاً دقیق علمی به آن میبرد که نام کروکده عهد کوروش شاید به کرکت امروزه واقع در ناحیه سپیتامین ولایت سوغد مرکز دهشورای کرکت یک پیوستگی عضوی داشته باشد. کوروش به وارث خود پسرش کمبوجیه امپریای پهناور را میراث گذاشت. کمبوجیان سیاست کشورکشایی پدرش را ادامه داد. درباره 5 سال اولی حکمرانی او در سرچشمه های خطی یگان خیل معلومات نیست. مورخان یونانی قدیم از وقتی هجوم او به مصر سر کرده درباره او اخبار می دهند. کوروش بعدی بابل را اشغال کردن باید به مصر هجوم می کرد، اما طوری که اشاره کردیم او با سببهای نامعلوم این کار را به تأخیر انداخت. در نتیجه مرگ ناگهانی و فاجعه‌ای او این نقشه اجرا نشد. کمبوجیه نیز برای به مصر حمله آوردن شتاب نکرد. احتمال او می‌خواست خوبتر تیاری بیند و در فرصت مناسب این کار را انجام دهد. سال 525 تا میلاد کمبوجیه لشکری خود را در فلسطین جمع کرده به سوی مصر روان گردید. به یاری او کشتی‌های حربی فینیکی‌ها و یونانیان آسیای خرد آمده بودند.
نخستین محاربه با لشکری مصری ها در نزد شهر پیلوسیا به وقوع پیوست. در این زد و خورد خونین فارس ها پره غلبه کردند. باقی مانده های لشکری مصر به ترتیبانه خفا گشتند. بعد این محاربه فارس ها به سوی پایتخت مصر شهر ممفیس حرکت کرده یگان مقابلیت جدی ندیدند. آنها به شهر رسیده آن را محاصره نمودند. مصری ها مقابلیت زیاد نشان نداده به زودی تسلیم شدند. فرعون پسمتخ 3 اسیر گرفته شد، اما کمبوجیه سیاستی پدرش را دوام داده او را عفو کرد. اوگوست سال 525 تا میلاد کمبوجیه را رسما شاه مصر اعلام کردند. برای توجه اهالی محلی را به خود جلب کردن او لباسهای مصری پوشید و مراسمی به تخت نشینیش موافق قاعده های مصری گذرانده شد. برای قانونی گردانیدن حکمرانیش او خود را وارث فرعون ها اعلان کرد. بعد ممفیس را اشغال کردن کمبوجیه قبیله های لیبیا اختیاراً به او تابع شدند. بعدتر او قسمت شمالی کوش اتیوپیا را اشغال کرد. از سرچشمه های خطی برمی آید که او با بعض عملهایش روحانیان مصر را به خود زید کرده بود. با او ویران و غارت کردن یک چند عبادتخانه ها را نسبت می دهند. اما با عقیده یک قسم عالمان این خبرها زمینه واقعی ندارند و آنها را روحانیان برای بی آبرو کردن کمبوجیه بافته برآوردند. در هر صورت گمان کردن دشوار است که روحانیان او را بی سبب تهمت کرده باشند. شاید خراب کنی عبادتخانه ها که به او نسبت می دهند پره نباشد هم قسماً جای داشته است. کمبوجیه 4 سال در مصر ماند. در این میان در پایتخت امپریا وضعیت ناآرام شده بود. از نبودن پادشاه استفاده برده موبد گاوماتا که کمبوجیه اداره کارهای دولتی را به او سپاریده بود و به برادری کمبوجیه بردیه خیلی مانند بود خود را شاهنشاه اعلان کرد. حالان که موافق اخباری هرودوت کمبوجیه برادرش بردیه را پیش از هجومش به مصر پنهانی کشته بود. خبری تبدلات بردیه دروغین ماه مارس سال 522 تا میلاد به مصر رسید. بعد شنیدن این خبر کمبوجیه لشکر را جمع کرده به سوی ایران روان گردید، اما در راه ناگهان بیمار شده وفات کرد. مرگ او اسرارآمیز بود و روایت‌های زیاد را به میان آورد. از روی یکی از آنها او را جاسوسانی موبد گاوماتا زهر داده کشتند. مرگ کمبوجیه مبارزه های داخلی سلالوی و درباری را تیز و تند کرد. واقعاً کوروش کبیر در بالای پایدیواری استواری دولتی توانایی ماد، دولتی محتشم و ابرقدرت فارس را بنیاد گذاشته، قلمرو آن را در 4 سمت کشور وسعت بخشید.
دارای جهانگیر شهرت و اعتباری دولتی هخامنشیان را باز هم افزونتر نموده تمام دشمنان خود را چی در مشرق و چی در مغرب زبون و مطیع ساخت. بعد شکست هخامنشیان، اسکندری مقدونی تمام مرز و بوم دولت کوروش کبیر از جمله پارت و مرغیان و باختر و سوغد را در هیئت امپریای مقدونیان متحد ساخته باشد هم این طایفه های آزادی پرست را مطیع کردن نتوانست. درباره حادثه های این دوره مورخان قدیم معلوماتی گوناگون و در بسیار مورد به یکدیگر مخالف دادند. اسرار بعضی حادثه های این دوره هنوز هم در قعر عصرها نهان مانده و به خاطره فراموشی سپرده شدند. سپیتامین، پرچمبردار جاده آزادی و استقلال. سالهایی که در مکتب میانه می خواندم، چندی از مثنوی های نظامی گنجوی به دستم افتاد که در میان آنها اسکندرنامه هم بود. از غایت شوقی که به شخصیت اسکندری مقدونی و لشکرکشی های او داشتم، این منظومه را مطالعه نموده خیلی به تعجب افتادم. اسکندری آفریده نظامی گنجوی از شخصیت اسکندری مقدونی که کمابیش از کتاب‌های درسی تاریخ خوانده بودم، به نظرم فرق کلان داشت. آن سالها امکان نداشتم که سیمای اسکندری تاریخی و اسکندری خیالی نظامی را در اساس اخبار مورخان و سرچشمه‌های موجوده مقایسه نمایم. ولی با وجود این احساس می کردم که اسکندری مقدونی در این داستان همچون شاه ایدئالی و پنداری خیالی شاعر به ظهور آمده از شخصیت واقعی خود که لشکرکش غاصب، رقیب بیرحم و استیلاگر و شاه یکرو و خودپرست بود خیلی دور افتاده است. واقعاً بعد گذشت سالها ضمن افزودن دایره مطالعه و تجربه زندگی پی بردم که هدف اصلی شاعران بزرگ ما، فردوسی در شاهنامه، نظامی در اسکندرنامه، جامی در خردنامه اسکندری و غیره، آفریدن سیمای تاریخی و واقعیت زندگی اسکندری مقدونی نبوده، بلکه تصویر شاهنشاهی عادل و رعیت پروری بوده است که برای پادشاهان بیدادگر و حاکمان جاهل دورشان نمونه عبرت گردد. خاصه برای آن صدرنشینان بادیه‌گردی که بعد زوال دولت سامانیان تخت و تاج شاهنشاهی برایشان چون عطای قسمت رسیده بود و از آیین دیرینه دولت و دولتداری آریایی ها و نظام اداره کنی کشور آگاهی نداشتند. و بیهوده نیست که در دوره حکومتداری سلجوقیان نظام الملک وزیر سیاستنامه خود را عاید به اصول دولتداری سامانیان و دیگر دولت‌های پیشرفته دورش نوشته، عاید به آیین کشورداری، رفتار و کردار
و مناسبت و معامله امیران و وزیران، ندیمان و دیوانداران، رسمی نگهداری لشکر و تأمین خزینه دولت فکرهای بسا جالب بیان نموده است. سیاستنامه برای امیران و وزیران کوتاه‌اندیش می بایست هم دستوری مملکت داری و هم پندنامه اخلاق و آداب حمیده گردیده، عدالت و انصاف، راستی و خیرخواهی، خلق دوستی و رعیت پروری رکن اساسی آسایش و آرامی کشور می شد. ولی تقدیری بدفرجام مثل فردوسی و نظامی که در دوره سلطنت غزنویان و سلجوقیان زیستند، به نظام الملک وزیر نیز چندان وفا نکرد. اگر فردوسی در بهای زحمتی گرانش از سلطان محمود غزنوی پاداشی بسا ناچیزی گرفته، از غایتی رنجیده حالی و آزرده خاطری، بی فرهنگی و پست فطرتی سلطان را حجو نموده، در پایان عمرش رو به گریز و خفیه نشینی آورده باشد، نظام الملک بر پاداش خدمت‌های خالصانه وزیری از وظیفه برکنار شده، عاقبت کشته گردید. همین طریق هدف اصلی فردوسی و نظامی و جامی آفریدن سیمای ایدئالی اسکندری مقدونی بوده است که برای امیران و وزیران زمانشان پندی گردد و رسم خلق پروری و رعیت دوستی را در ضمیر زمامداران مملکت بیدار نماید. ولی اسکندری واقعی در اصل یک فردی بود که قبل از همه در روحیه ایلینی تربیه یافته، اول تحت پرستاری دایش لنیکه، سپس استادانش لیانید و لیسیمخ به کمال رسیده، آب و تابی سپارتنی یافته است. دیرتر او با وصایت پدرش فیلیپ دو مدت چند علمهای مختلف زمان، فلسفه و دستاوردهای تمدن یونانی را از آرین و فیلسوفی مشهور ارسطو می آموزد. موافق رسم ایلینی ها او از آوان خردسالی صنعت جنگ و نبردهای تن به تن و اسب سواری را از خود نموده، از همان ایام اسب دوست داشتهش بوتسیفل را از دیمرت کارینفی تحفه می گیرد. اسکندر اسب قیصر و وحشی طبیعت را در پیش چشم پدر و مقربان او سواری نموده، گویا بعد آن از پدرش چنین سخنانی تحسین آمیز می شنود: پسرم، برای خودت ملک دیگری پیدا نما، وگرنه مقدونیه برای تو تنگی می کند. غایه های بزرگ ایلینی و لشکرکشی و ضبطکاری های پی در پی شاهنشاهان هخامنشی به یونان قدیم، بارها دولت‌های خرد و بزرگ این سرزمین، افینا، سپارتا، فیو و کارینف را علیه فارس‌ها متحد ساخته، مقابلیت و محاربه های شدید مسلحانه را
پدید آورد. بعدی پرقوت شدن مقدونیه، فیلیپ دو سیاست متحد سازی دولت‌های جداگانه یونان را پیش گرفته. پس از محاربه خیرنیه سال 338 پیش از میلاد به صلح میان دولت‌های یونان زمین موفق شد که آن در تاریخ چون اتفاق دولت‌های ایلینی شهرت یافته است. برای رعایت سازشنامه و حل مشکلات پیش آمده به طور منتظم در کارینث جمع آمدی سینهدریان، شورای مخصوص دایر می گردید که این شورا شاه مقدونیه فیلیپ دو را گیگمان و سرفرماندهی قشون‌های متحده دولت‌های ایلینی تعیین کرده بود. ناگفته نماند که اسکندر مقدونی در محاربه خیرنیه در 18 سالگی قشون‌های سواره فلنگ راست را سروری نموده، سربازان سواره فیونی را به عقب نشینی وادار نمود و استعداد لشکرکشی خود را نمایش داد. بعد مرگ ناگهانی فیلیپ دو که بر اثر سوء قصد روی داده بود، اسکندر به تخت مقدونیه نشسته با بهانه ستانیدن قصاص پدر اول به مقابل دشمنان داخلی و سپس رقیبان خارجی خود مبارزه آشتی ناپذیر برد و چندی نگذشته موقع خود را هم در مقدونیه و هم در سراسر یونان استوار نمود. اسیان‌های ضد مقدونی که سال 335 تا میلاد در بعضی شهرهای یونان و مضافات‌های آن سر زده بود، اسکندر مقدونی را وادار نمود که فوراً لشکر کشیده اسیانگران را سرکوب سازد و به جای پدر همچون گیگمان و سرفرمانده قشون‌های متحده ایلینی اعتراف کردد. کوشش‌های دارای سه برای استوار نمودن مقام خود در آسیای خرد و ساحل‌های بحر میان زمین، همچنین از جهت مالیوی دستگیری کردن شهر و مضافات‌های آشوب کرده بر ضد مقدونیان چندان برار نگرفت و عاقبت هجوم اسکندر مقدونی را به امپریای پهناوری هخامنشی ها سال 334 پیش از میلاد به بار آورد. اسکندر مقدونی همگی 20 ساله بود که به تخت شاهنشاهی نشست و عزم جهانگیری نمود. لشکر او اساساً از دو قسم اساسی، مقدونی ها و یونانی های عضو اتحاد کارینث گرد آمده بود. او به واسطه گلسپونت در دنیل حاضره به آسیای خرد گذشته با قشونی عبارت از 5000 عسکری سواره، 30,000 عسکری پیاده و اتریت‌های وزن نیراق و جنگاورانی زود عمل کننده سبک سلاح در محاربه نزد دریای گرانیکا ماه می سال 334 پیش از میلاد ارمیه سرشماری هخامنشی را تارومار کرد و شهرهای یونانی آسیای خرد را آزاد نمود. با قشون اسکندر مقدونی سرلشکرانی با استعداد پرمینیان، انتیپاتر، فیلاتا، پتولمی لاک، پردیکا و دیگران سروری می کردند. قطع نظر از 3 برابر افزون بودن قشون هخامنشیان، اسکندر مقدونی دارای 3 را در نزدیکی ایسا تیر ماه سال
333 پیش از میلاد سخت شکست داد و او را به فرار وادار نمود. سپس اسکندر مقاومت فینیکیه را برطرف نموده بندرهای شرقی بحر میان زمین را اشغال کرد. زمستان سال 332 پیش از میلاد دروازه های مصر برویش گشاده گردید و کاهنان والا مرتبه او را چون فرزند خدا امان پذیرایی و ارجگزاری نمودند. از روی اخباری واقعه نگاران و مورخان عهد عتیقه اریان، کوینت، کورتسی روف، دیادار و دیگران، اسکندر مقدونی بعد غلبه در محاربه گوگامیل 1 اکتبر سال 331 پیش از میلاد با تنتنه اعلام کرد که حکمرانی شاهنشاه دارای کدومان در قلمرو پارس خاتمه یافت. واقعاً لشکری از غلبه ها روح بلند گردیده اسکندر قریب به یگان مقاومت سوی شهر آوازدار بابل روانه گردید و روحانیان با نفوذ و اشراف زاده های بابلی دروازه های این شهر دارای استحکام پرقوت را بسا آسان برویش گشادند. روحانیان مکار اسکندری مقدونی را در معبد آوازدار اشتر ارجگزاری نموده به سرش تاج میراثی شاهنشاه هخامنشی را گذاشتند و او را شاهنشاه بابل و 4 سمت عالم نامیدند و اسکندر شهر آوازدار بابل را پایتخت دولت خود اعلام کرده در آغوش فرح افزای باغی معلق چندین ماه فراغت نمود و خستگی دور و درازی جنگ و لشکرکشی ها را برآورد. سپس اسکندر شهرهای کهن بنیاد شوش، استخر و پایتخت آوازداری پارسها پرسپولیس را ضبط نموده بلانه شاهنشاهان پارس وارد گشت، قصرها و عبادتخانه ها را به خاک یکسان نمود، چندین کتاب مقدس زردشتیان از جمله اوستا را سوزانید و بسیار روحانیان را گرفتار تعقیب و نابود شوی کرد. جنگاوران غنیمتی بیشمار به دست آوردند و لشکری اسکندر در پرسپولیس 4 ماه دم گرفت. جاسوسان خبر دادند که دارای کدومان بعد شکست در محاربه گوگامیل به پایتخت سابقه مادها شهری اکبتان همدان فرار کرده است. اسکندر به لشکرش اتریادهای نو را همراه نموده صفهای آن را پره نمود و با فرارسی بهار سال 330 پیش از میلاد سوی اکبتان شتافت. شما گفتاری 4 رو از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.